15 اپریل سال 2024 در حدود دهه چلچه نویه تیمور ملیک ولایت ختلون بر اثر بارانی‌های پرشدید آب یک زمین نزیولگی و حوله 4 ساکن دیگر را پر کرد. برای برطرف کردن پیامدهای این آفت کارهای ادامه دارند. باران‌های پرشدت سبب آمدن سیل‌ها در قلمرو شهرک ترسونزاده، دهه موج و تردی جماعت دیوت زینب آباد، دهه‌های کشاورز، شرف دو، اقبال دو، حیات نو، لالزار، لاهور نویه رودکی شد. در مجموع بر اثر این آفت طبیعی 204 قطعه نزیولگی و زمین‌های یاری رسان ضرر دیدند. گروه‌های کاری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با سروری جانشین اول رئیس کمیته پلکوونیک لطیف زاده با 20 کارمند کمیته با یاری 10 تکنیک مخصوص و 8 تکنیک آبکشی سرگرم برطرف کردن پیامدهای این آفتند. 15 اپریل سال 2024 باران‌ها سبب یرش در حدود شهرک راحت شهر وعده شدند. بر اثر آن 4 حوله ساکنان محله ضرر دید. گروه کاری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، نجات دهندگان و ساکنان محلی با استفاده از تجهیزات مخصوص برای رفع پیامدها تلاش دارند. 14 اپریل سال 2024 تقریبا ساعت 0:35 دقیقه در دهه کوشباغ جماعت دیوت خدایا رجب نویه واسه ولایت ختلون در نتیجه بارشات شدید سطح آب دریای یوخسو بالا رفت. در نتیجه دیواری که در مسافه 30 متر ساحل راست دریا را محافظت میکرد ضرر دید. شب 15 اپریل سال 2024 ساعت 00:15 دقیقه باران‌های پرشدت سببگار بالایقه و سیل آوردها پر شدن کانال چورکارون نویه سینا شد. در نتیجه آب از ساحل کانال بیرون شده و راه را که از محل چورکارون و ظفر میگذشت بست. با یاری 20 تکنیک مخصوص خدمات راه نویه سینا وضع به عمل آمده برطرف و حرکت ماشین ها از سر گرفته شد. همچنین اما شب تقریبا ساعت 01:26 دقیقه بازم بر اثر بارانی‌های پرشدت در خیابان عبدالرحمن جامی آب باران سبب بسته شدن راه به مسافه 150 متر شد. با یاری 2 تکنیک مخصوص راه تازه و حرکت ماشین ها ممکن گردید. 15 اپریل سال 2024 ساعت 01:10 دقیقه بر اثر بارانی‌های شدتناک و دوامدار در یک قطار نقطه‌های اهالینشین دهات شهرک به نام ترسونزاده، جماعت دیوت زینب آباد و سامانیان نویه رودکی بالاروی سطح آب در سیلگذر مشاهده شد. در نتیجه آب حوله ساکنان را پر کرد. کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده برای معاین کردن حجم ضرر رسیده و برطرف کردن پیامدهای آفت طبیعی فعالیت دارد. همچنین در قلمرو شهر وعده در نتیجه باران پرشدت بالاروی سطح آب در کانال ینگ قرغم به قید گرفته شد. در نتیجه آب به حوله 1 ساکن وارد گردید. در جای حادثه کارمندان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده فعالیت دارند.